آقا ما پدر و مادرها هر روز با یه کار عجیب و غریب از این نوجوانا مواجه میشیم. یه روز هوس تتو زدن میکنن و یه روز هوس میکنن تیپای عجیب و غریب رو امتحان کنن. یه روز هم هوس میکنن اعتقاداتشون رو بذارن کنار. تکلیف ما با اینا چیه و واکنش ما باید چی باشه؟ شما حق دارید با خیلی از تصمیماتشون محترمانه مخالفت کنید. حق دارید که راهنمایی کنید و بگید من اگه جای تو بودم این کار رو نمی کردم. حق دارید از بعضی از کاراشون ناراحت باشید، اما حق ندارید تحت هیچ شرایطی یک نوجوان رو به خاطر تصمیمات هیجانیش از خودتون طرد کنید. یه دختر 15 ساله نباید بعد از تراشیدن و از دست دادن موهاش احساس کنه برادر و پدرش رو هم از دست داده. یه نوجوان نباید بعد از کنار گذاشتن اعتقاداتش احساس کنه از سمت خانواده‌اش هم کنار گذاشته شده. تتو زدن یا سیگار کشیدن یه دختر نباید به چنان مشاجره‌ای ختم بشه که دختر احساس کنه خونه دوست پسرش امن‌تر از خونه پدرشه. مهمترین ویژگی نوجوانی گم شدنه، چون نوجوان داره دنبال هویتش میگرده و هر بار که چیزی نظرش رو جلب میکنه میره سراغش تا شاید خود گم شدهش رو در اون پیدا کنه. نوجوانی دوران گذار از کودکی به جوانی و در این دوران شما چاره‌ای جز صبوری ندارید، چون نوجوان نه اونقدر کودکه که بشه کنترلش کرد، نه اونقدر بالغه که بشه رهاش کرد. مثل این میمونه که قلبت که فهم درست و حسابی هم نداره بیرون از بدنت برای خودش داره میچرخه و به حرف تو هم گوش نمیده و هر بار دست به چیز خطرناکی میزنه. خیلی خیلی سخته، اما یه نوجوان هر تصمیم غلطی هم از سر جهل و خامی بگیره تهش باید احساس کنه یه گوشه از این شهر شلوغ یعنی خونه والدینش امن‌ترین جای دنیاست. امن به این معنا که اهالی اون خونه هر چقدرم از من ناراحت و ناراضی و عصبانی باشن نگران منو دوست دارن و منو مایه ننگ و بی‌آبرویی خودشون نمیدونن. اگه خونه والدین به جای محل تعلق و پذیرش بشه محل سرزنش و تحقیر و دعوا، کمترین چیزی که باید منتظرش باشید اعتیاد به گل و شیشه و مشروباته. خونه همیشه باید آخرین سنگر تعلق باقی بمونه، یعنی جایی که تو این دنیای شلوغ من به اونجا تعلق دارم. کسی که حس کنه دیگه به جایی تعلق نداره جریان فساد و تباهی اونو با خودش میبره. دخترت با پسر نااهل در ارتباطه، لباسهای زننده میپوشه، پسرت کل بدنشو تتو زده، درست و حسابی سر کار نمیره. همه اینا خیلی بده، اما بدتر از همه اینا میدونی که اون لحظه‌ای که اون حس کنه تو به خاطر کاراش دیگه نمیخوایش. خب تمسکی، یعنی هر کاری دلشون میخواد بکنن، تبعات و عوارضش هم ما جمع کنیم؟ نه. نکته خیلی مهمش دقیقاً همینجاست. نوجوان باید بدونه مسئولیت تک تک تصمیماتی که مستقل از شما میگیره با خودشه، نه اینکه هر کاری خواست بکنه بعد که گندش در اومد بیاد بگه شما جمعش کنید. حتی وقتی فهمید اشتباه کرده نباید حس کنه دیگه شما رو نداره، یعنی شما هرگز نباید مسئولیت خرابکاریاشو به عهده بگیرید، ولی باید یه جوری باشید که اگه پشیمون شد و قبول کرد اشتباه کرده بدون آغوش شما به روش بازه. به ما گفتن تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقاتون رو شبیه اخلاقای الله کنید. اولا الله هیچ وقت به بنده هاش پشت نمیکنه، این بنده هاشن که به اون پشت میکنن. دوما اون هیچ وقت دنبال این نیست که مچ بنده هاشو بگیره، اون همیشه دنبال اینه که دستشون رو بگیره. سوما همین الله با همین اخلاقای خوبش مسئولیت رفتارهای هیچ کدوم از بنده هاشو به عهده نمیگیره و میگه خوب باشید یا بد خودتون قراره با جزاش مواجه شید، نه من. اما اگه بدی رو انتخاب کردید و بعداً پشیمون شدید باز بدونید که آغوش من همیشه به روی شما بازه.